سلام به همگی، خیلی خوش اومدید. امروز میخوایم با هم یه راز بزرگ رو کشف کنیم. اینکه چطور کوچکترین قدم‌ها میتونن بزرگترین تحولات رو توی زندگی ما رقم بزنن. و این ایده خیلی ساده‌تر از چیزیه که فکرش رو میکنید. تا حالا براتون پیش اومده که وسط یه روز کاملا معمولی یهو این سوال بیاد تو ذهنتون؟ همون لحظه که حس میکنین انگار روی دور تکرار گیر افتادین. میدونین بعد یه کاری بکنین اما نمیدونین دقیقاً چی. خب، بیاین یکم عمیق‌تر به این حس نگاه کنیم. چرا با این که میدونیم به تغییر نیاز داریم، برداشتن اون اولین قدم انقدر برامون سخته؟ وای، این جمله چقدر آشناست، نه؟ انگار صدای خیلی از ما هاست. اون حس ناامیدی بعد از تصمیمای بزرگی که با کلی هیجان شروع میکنیم ولی چند روز بعد میبینیم که ای دل غافل، دوباره سر جای اولمونیم. اگه این حس رو تجربه کردین، بدونین که تنها نیستین. اصلاً. اما واقعا چرا این اتفاق میفته؟ یعنی مشکل از ماست که اراده نداریم؟ علم روانشناسی جواب خیلی جالب برای این سوال داره. بیایم ببینیم مغز ما چجوری به تغییر واکنش نشون میده. ببینین نکته کلیدی اینجاست. مغز ما برای بقا طراحی شده، نه لزوما برای خوشحال بودن. و برای بقا چی از همه چی مهمتره؟ امنیت. امنیت هم یعنی چیزای آشنا و قابل پیش بینی. دقیقاً به همین دلیله که مغز ما به طور غریزی هر تغییر جدیدی رو یه جور تهدید می‌بینه و جلوش گارد می‌گیره. این تصویر عالیه. قشنگ جنگ درونی ما رو نشون میده. یه طرف منطقه امنو داریم، گرم و نرم، همه چی روتین، ولی خب راکده. اون طرف منطقه تغییره، یکم سخته، ناشناخته است، شاید ترسناک، اما تمام رشد ما دقیقاً همینجاست. خب پس با این حساب یعنی ما محکومیم که تا آخر عمر همین جوری بمونیم؟ اگه مغزمون ذاتاً با تغییر مخالفه، پس تکلیف چیه؟ خوشبختانه جواب یه نه بزرگه. و اینجا میرسیم به قسمت هیجان انگیز ماجرا، به راه حل. کلیدش اینه که با مغزتون نجنگین، بلکه دورش بزنین. چجوری؟ با قدم‌هایی که انقدر کوچیکن که مغز اصلاً اونها رو به عنوان یه تهدید شناسایی نمی‌کنه. این جمله کل فلسفه رو میگه. ماها به اشتباه فکر میکنیم برای تغییر زندگیمون باید یه انقلاب کنیم، یه کار خیلی بزرگ انجام بدیم، در حالی که تحول واقعی یواش یواش و ذره ذره اتفاق میفته. اما جادوی این کارهای کوچیک چیه؟ وقتی شما یه کار خیلی ساده رو انجام میدین، مثلا 10 دقیقه زودتر بیدار میشین، مغزتون یه پاداش کوچولو بهتون میده، یه حس خوب کنترل. این پیروزی کوچیک مثل بنزین میمونه، انرژی لازم برای قدم بعدی رو بهتون میده. حالا دیگه بس تئوری. بیاین یه داستان واقعی ببینیم که این روش چطور توی عمل کار میکنه. این داستان یه نفره که توی یه ذهنیت خیلی منفی گیر کرده بود. همون حسی که فکر میکنی چیزای خوب برای بقیه است، نه برای تو. یه حس خیلی فلج کننده که شاید خیلیامون تجربهش کرده باشیم. اما اون تصمیم گرفت این چرخه رو بشکنه. راه حلش چی بود؟ یه چیز فوق‌العاده ساده. تصمیم گرفت هر روز صبح فقط و فقط یک جمله مثبت بخونه. کاری که شاید 10 ثانیه هم طول نکشه. ولی نتیجه باور نکردنی بود. بعد از یه ماه این عادت کوچولو مثل یه ویروس مثبت به کل طرز فکرش سرایت کرد و یهو دید که تصمیمای بزرگتر دیگه اونقدر هم ترسناک به نظر نمیان. به این پدیده میگن اثر دومینو. وقتی شما اولین مهره کوچیک رو هل میدین، اون به مهره بعدی میخوره و بعدی، تا اینکه در نهایت مهره‌های خیلی خیلی بزرگتری رو به حرکت در میاره که خودتون به تنهایی اصلاً نمیتونستین تکونشون بدین. این جمله دقیقاً همینو میگه. اون حرکت کوچیک اولیه فقط یه کار ساده نیست. اون اولین مهره دومینوه. همونی که میتونه زنجیره‌ای از اتفاقات رو راه بندازه که حتی تصورش رو هم نمی‌کردین. خب، تئوریشو فهمیدیم، داستانش هم شنیدیم، حالا نوبت ماست. چجوری میتونیم اولین دومینوی خودمون رو پیدا کنیم و هلش بدیم؟ یادتونه اون فرد شکاکی که اول صحبت کردیم؟ حالا همون آدم با دیدن این شواهد به یه نتیجه دیگه میرسه. یه تغییر کوچیک و مشخص برای خودش انتخاب میکنه. مثلا نیم ساعت زودتر گوشی رو بذارم کنار. و این کلیدی ترین لحظه است. تفاوت بین کسی که موفق میشه و کسی که درجا میزنه اغلب فقط یک کلمه است. به جای اینکه بگه از فردا، میگه از امشب. تغییر واقعی با یه روزی شروع نمیشه. با همین الان شروع میشه. این جمله فوق‌العاده است. به قدرت جادویی اثر مرکب فکر کنین.
فقط روزی 1% بهتر شدن. شاید اصلا به چشم نیاد، ولی این 1% روی هم جمع میشن و بعد از 1 سال شما رو به یه آدم کاملا جدید و متفاوت تبدیل میکنن. و حالا این سوال از شماست. اولین مهره دومینوی شما چیه؟ اون یه کار کوچولو، حتی شاید خنده‌دار، که میتونین از همین امشب شروعش کنین تا کل مسیر زندگیتون رو عوض کنه، چیه؟ بهش فکر کنین. تا حالا فکر کردین که بزرگترین تحولات زندگیمون شاید از کوچکترین قدم‌ها شروع میشن؟ تو این برنامه میخوایم با هم راز همین عادت‌های کوچیک و اون قدرت باور نکردنیشون رو کشف کنیم. تا حالا شده اون حسی بهتون دست بده که میدونید باید یه تغییری بکنید ولی اصلا نمیدونید از کجا؟ این حس گیر افتادن راستش واسه هممون یه حس کاملا آشناست. این جمله از آراد انگار داره داستان زندگی خیلی از ما رو تعریف میکنه، نه؟ با یه عالمه انگیزه تصمیمای بزرگ میگیریم ولی تهش چی؟ چند روز بعد دوباره همون جاییم که بودیم. بیایم ببینیم چرا این چرخه ناامید کننده هی تکرار میشه. خب بریم سراغ بخش اول. این حس گیر افتادن. این دقیقاً همون چرخه‌ایه که میخوایم یه کاری بکنیم، یه تغییری بدیم، ولی انگار پامون گیر کرده تو عادتهای قدیمی. ببینید این یه داستان تکراریه واسه خیلیا، ولی سوال اصلی اینه چرا؟ چرا واقعاً تغییر کردن این همه سخته؟ مشکل از کجاست؟ جواب یه جورایی توی مغز خودمونه. انگار یه دشمن درونی داریم. بیاد ببینیم این مقاومت مغز دقیقاً چیه و چطوری کار میکنه. مغز ما کار اصلیش حفظ بقاست. خب واسه همین طوری سیم کشی شده که از هر چیز جدید و ناشناخته‌ای بترسه و بچسبه به همون منطقه امن خودش. میدونید همون جایی که همه چیز قابل پیش بینیه. حتی اگه اونجا جای خوبی هم نباشه، مغز ما بازم ترجیحش میده. و خب این بزرگترین مانع ماست. اینجا قشنگ میتونید این جنگ داخلی مغز رو ببینید. یه طرف منطقه امنه، آشنا، راحت، بی دردسر. طرف دیگه تغییره، ناشناخته، یکم ترسناک و خب سخت. حالا به نظرتون مغز به صورت غریزی کدوم طرفی میره؟ معلومه دیگه. خب تا اینجا مشکل رو فهمیدیم. حالا بریم سراغ راه حلش. یه رازی این وسط هست. راز عادتهای کوچیک. اینجا 2 راه کاملا متفاوت برای تغییر رو داریم. اون راه قدیمی چیه؟ تصمیمای گنده و یهویی. اینا خیلی سنگینن و آژیر خطر مغز رو به صدا در میارن. ولی راه جدید یعنی عادتهای ریز و کوچولو. اینا کاملا دستیافتنی‌ان، به آدم حس خوبی میدن و خیلی هوشمندانه اون مقاومت مغز رو دور میزنن. کل داستان همینه. حالا شاید بپرسید عادت کوچیک یعنی چی دقیقاً؟ خب به اینا نگاه کنید. مثلا فقط 10 دقیقه زودتر از خواب پا شدن. یا نوشتن 3 چیزی که بابت شکر گذارید. یا حتی خوندن فقط یه جمله مثبت اول صبح. میبینید چقدر سادن، یعنی انقدر کوچیکن که آدم روش نمیشه بگه نمیتونم انجامش بدم. یه نکته خیلی مهم، یادتون باشه هدف این نیست که یه شب از این رو به اون رو بشیم. نه، هدف اصلی اینه که کنترل رو از دست اون مغز ترسوی همیشگی بگیریم. بهش نشون بدیم که رئیس کیه. همین پیروزیای کوچیک ذره ذره اون اعتماد به نفسی رو میسازن که برای قدمای بزرگتر لازم داریم. خیلی خب، حالا میخوایم ببینیم این ایده تو دنیای واقعی چطور جواب میده. بهش میگن اثر دومینویی. میدونید که چی میگم؟ یه تیکه کوچیک میافته و پشت سرش کل دومینوها میریزن. این داستان نیلوفره. گوش کنید چی میگه. اون کاملا توی ذهنیت منفی گیر کرده بود. فکر میکرد موفقیت واسه بقیه است، نه واسه اون. این حس آشناس، نه؟ ولی ببینید داستانش چجوری عوض شد. تغییر بزرگ نیلوفر از کجا شروع شد؟ از یه عادت خیلی خیلی کوچیک. اون هر روز صبح قبل از هر کاری فقط یه جمله مثبت میخوند. همین، واقعا به همین سادگی. و این تایملاین قشنگ اون اثر دومینویی رو نشون میده. نگاه کنید، همه چی با همون یه جمله مثبت شروع شد. هفته دوم یه حس کنترل داشت تو وجودش جوونه میزد. ماه اول دیگه گرفتن تصمیمای بزرگتر براش راحت‌تر شده بود. و تا ماه سوم بوم، یه ذهنیت کاملا جدید پیدا کرده بود. فقط یه حرکت کوچیک مسیر کل زندگیشو عوض کرد. فوق‌العاده است، نه؟ خب حالا نوبت شماست. این بخش آخر یه جورایی یه دعوته. دعوتی برای شروع، نه از فردا، نه از شنبه، از همین امشب.
یادتونه آراد اولش چقدر ناامید بود؟ حالا به این جمله آخرش گوش کنید. باشه، از فردا شروع میکنم. نه از امشب. این همون لحظه است. همون تغییر ذهنیت از بعدن انجامش میدم به همین الان. و اگه بخوایم کل این ماجرا رو توی یه عدد خلاصه کنیم، اون عدد اینه: 1%. فقط کافیه هر روز فقط 1% از دیروزتون بهتر باشید. شاید به چشم نیاد، شاید خیلی ناچیز به نظر برسه، ولی قدرت تداوم، اون اثر مرکب معروف، کاری میکنه که بعد از 1 سال شما یه آدم کاملا متفاوت باشید. یه آدم جدید. پس سوال آخر اینه: اون 1% شما برای امشب چیه؟